بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل. من در طول 2 سالی که تحقیق کردم والله اعلم تقریبا در موسیقی بعضی کسان میگن که موسیقی حرام است و حلال است، من در موسیقی 10 حرام پیدا کردم. امروز مثلا یک پارچه را که در تلویزیون افغانستان میمانه یا یک CD را شما از بازار میرین میخرین، نوشته است که موسیقی یا نام یک آوازخوان نوشته است. پس ما که همین CD ها را یگان خواندن ازیره یا در هتل دیدیم یا در تلویزیون دیدیم یا شنیدیم درباره ازی تحقیق کردیم 10 حرام است. یعنی یک نفر که موسیقی میشنوه و موسیقی را میبینه و این خواندنایی که امروز در بازار کابل هست این را میبینه در بین ازی 10 حرام است. یک حرام نیست که بگی موسیقی حلال است یا حرام، 10 حرام است. خب من این 10 حرامه یکی که خدمت شما دوستا تقدیم میکنم. اول حرامش ضیاع وقت است. اول حرامش چی است؟ ضیاع وقت است، ضایع کردن وقت. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ در قرآن عظیم شان میگه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ثم سپس شما لتسألن حتما سؤال میشین در روز قیامت عن النعیم از نعمتها. و در هفته گذشته در درس مایی بود که مسلمان ها چند سرمایه داشت؟ 3 سرمایه داشت. نه؟ یک سرمایهش چی بود؟ وقتش بود، یکیش مالش بود و سومیش انرژیش بود. اینو در هفته گذشته ما شما خوانیم. خب یکی از سرمایه های بسیار مهم مسلمان چی است؟ وقتش است. پس ایناله کسایی که وقت خود در نظر نمیگیرن، یک CD خواندن یا 10 دقیقه یا 15 دقیقه یا نیم ساعت یا داخل موتر خود یا داخل خانه خود یا در محفل عروسی خود یا در مجلس خود موسیقی را چالان میکنن و موسیقی میشنون، هر حرفی از موسیقی را که تو میشنوی این در شیطان بانک تو ذخیره میشه و از هر دقیقه از اون محاسبه میشی. دقیقه عمرت در چی مصرف کردی؟ در چی مصرف کردی؟ در موسیقی؟ آیا الله برات اجازه میده که این موسیقی رو ببینی؟ پس وقتی که موسیقی را علما گفتن که این حالات که من بهتون میگم وقتی که حرام شد با این دلایل کل، پس وقتی که در بین ضایع میشه هر ثانیه عمر شما در غضب الله جل جلاله. این حال بازه که تو جوان مسلمان عروسی میکنی، ازدواج میکنی و در عروسی 400 یا 500 نفر خبر میکنی و 5 ساعت 6 ساعت وقت از اینا رو میکنی، ای باز 500 نفر وقت ضرب 5 ساعت میشن 5 5 25 یعنی 2500 ساعت تو در عذاب الهی سپری کردی، خود هم در غضب خدا گرفتار کردی و کسایی که در محفلت هم است.
و 2500 ساعت ضرب 60 دقیقه بکن، با ضرب 60 ثانیه بکن، باز یونتای عمر خودت و دیگرها را که در روز قیامت 500 نفر شهادت بده که پروردگارا 5 ساعت وقت مرا ای در معصیت الهی مصروف ساخته. پس حول حرام بودنش چی است؟ ضیاع وقت است. از این خاطر سرمایه مسلمان وقت است و کسایی که موسیقی میشنون بزرگترین جرمی که میکنن وقت خود تلف میکنن و انسان مسلمان باید ثانیه شماری بکنه. ثانیه شماری بکنه. چرا الله در قرآن چندین جای قسم یاد کرده که والعصر والضحى واللیل ولیال عشر والشفع والفجر. کلی آیات شما سعی کنین که الله قسم یاد میکنه به خاطر ازی که تو انسان مسلمان متوجه ثانیه از عمرت شوی. دومی حرامی که در این قسمت هست چی هست؟ نزدیکی به زنا هست. این موسیقی هایی که امروز ای بازار نشر میشه، مرد نامحرم دختر نامحرم بوسه میکنه، در آغوش خود میگیره، بر از او خواندن میکنه. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ولا تقربوا الزنا. الله میگه به زنا نزدیک نشین. الله میگه به زنا نزدیک نشین. ببینید تفاوت است بین قرآن شناسی دقیق و این قرآن شناسی که ما سطحی میخوریم. الله چرا نگفت که ولا تزنو، زنا نکنید؟ ولا تزنو نگفته که ولا تزنو، گفته ولا تقربوا الزنا. به زنا نزدیک نشین. با زن نامحرم دست نتین، نزدیکی به زنا هست. یعنی به او امور و او وسائل و او راهها و او مجالسی که تو را به زنا میکشانه. خب طبعا این موسیقی وقتی که یک پسر جوان یک دختر زیبایی را دید که مثلا یک کسی در آغوش خود گرفته و برای او خواندن میکنه و بالاخره غرایز ازی کشانده میشه و حتما مبتلا به زنا میشه. از این خاطر الله گفته که ولا تقربوا الزنا. ای مسلمانان شما به زنا نزدیک نشین. چی معنی به زنا نزدیک نشین؟ یعنی به زنا نزدیک نشین، با زن نامحرم دست نتین. بسیاری مردم ها خوب دیندار است، زن ببینی بیبی حاجی میگه تو قول میده بیبی حاجی حج بشرمانید که تو بر من مرد نامحرم دست دراز میکنی. عادی شده بسیار برای مردم. بعضی کسا رواجشان است. یک روز یک دخترک نیمچه جوان بود در میرفت، وقت من در مکتب بودم، از خودگی های ما بود، عمل که دست خودم تو پیش کرد. من گفتم من که دخترها درس ببینم، دستکول خودم که یک 5 6 دستکول مرا کش کرد. گفتم مرا بیخی شرماندی. من گفتم بلا پس تو بشرمی، تو برای چی همه اینا رو گفت سر از است که گفته با زن نامحرم و مرد نامحرم به زن نامحرم، زن نامحرم بر مرد نامحرم دست خود نته، به خاطر ازی که ولا تقربوا الزنا یکی از وسایل نزدیکی زنا دست دادن است. خب دست دادن است، از این خاطر گفته دست به زن نامحرم نتین. آیت قرآن تطبیق شود، گفته که ولا تقربوا الزنا، برادر نامحرمت که تو خانم تنها در یک اتاق نمان. بسیار در نماز خوب هستی، اما در قسمت برادر جوانت در مقابل خانمت که ناموست است هیچ بی تفاوت هستی، والله را واجب است. الله میگه ولا تقربوا الزنا. تو چی خبر هستی که تو خانمت به همراه برادر نامحرم جوانت در یک اتاق میمانی، وردوشان جوان هستند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه که یک مرد و یک زن نامحرم وقتی که در خانه تنها شوند، ثالثهما شیطان، سومیشان شیطان است. شیطان اینم تقتقک میده، سیکو اونم تقتقک میده، یک خنده کو، یک فکایی بگو، یک مزاق بگو، یک پرزگک بگو، بالاخره 2 نفر اکثرا مامورینه که به زنا مبتلا میشن. از چی طریق میشه؟ خب ما در ماموریت ها و دفترها کار کردیم، قصه های ما کلش اپدیت است. وقتی که یک زن نامحرم با یک مرد نامحرم در یک جا جابجایی کردن، خلاص نگفته که مولوی. بعض از مفتیای کاذبه که پیغمبر داش نام میدن در رادیوها، میگه این مردمایی کی میگن؟ میگه این مردمایی متعصب میگن بیبی رسول الله را داش نام داده. من نگفتیم مفتی صاحبی که از مفت گرفته شدی. من نگفتیم که سومشان شیطان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم 14 قرن قبل گفتن. چرا گفتن؟ به خاطر ازی که ولا تقربوا الزنا را تفسیر کنن. ولا تقربوا الزنا چی معنی؟ یعنی به زنا قریب نشو. چه قسم به زنا قریب نشو؟
این وسایل زنا هست. وقتی که تو زن نامحرم با مرد نامحرم در یک اتاق باشن، استغفر الله، ممکن نیست، impossible، غیر ممکن است. از این خاطر دشمنای اسلام همیشه فکرتان باشن. یکی از عادات خرابه که غربی ها دارن امی دیاست است. اونا اینمی کار دارن. از این خاطر یکی از برنامه های خطرناکشان که جوانا را مبتلا بسازن به زنا، در دفترهای خود همیشه که بیری در دفترهایشان میگه یک دختر یک پسر. در پوانتونش همیشه باید اختلاط باشه بین دخترها و بین پسرها. احیانا مثلا 100 بچه است، 100 دختر است. ممکن است برای 100 بچه یک صنف باشه، برای 100 دختر علاوه باشه. رئیس میگه نه 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 50 دختر 50 بچه در گروه الف، 50 بچه 50 دختر در گروه ب. چرا این کارا میکنن؟ به خاطر که میگه دوستای خارجی ما باز خفه میشه. یعنی من غلام هستم، بادارای ما که بیای سایل کنن، صنف کنترل کنن. Oh, what is this? Co-education, no separate education. اونا میگن نه separate education نباشه. education تعلیم و تربیت جداگانه اسلامی نو. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یعنی تا وقت از تو یهود و نصارا راضی نمیشن تا که به مو کفرشان و بیدینیشان و دیاستشان تا به مو تو قدم نگذاری. وقتی که اختلاط کردی باز میگه co-education it is very interesting for us. این بسیار بر ما دلچسب است. الله میگه ولا تقربوا الزنا، اختلاط نکنین. پس از این خاطر به خاطر نزدیکی به زنا، وقتی که تو موسیقی میشنوی باز تو میتونی خود از زنا نگاه کنی؟ مشکل است. کسی که میگه من نفس خدا کشتیم دروغ میگه. هر ملنگ شو پلنگ است. هر کسی گفت من ملنگ هستم نفس خدا کشتیم، ما خود نتونستیم نفس خدا کشتیم. والله ما نتونستیم در 20 سال. اگر کدام دوا می بود یا زار می بود یا مرگ موش می بود به این نفس خود میدادیم که میخوردیم این مرگ موش که این نفس ما بره. لکن نفس ابدا نمیمره. بدبختی کلان کل ما والله پیش الله جل جلاله از این نفس ظالم است. از این نفس است که ما نتونستیم که نفس خدا. یک روز یک کسی بر من گفت که والله استاد من نفس خدا کشتیم. والله چقدر خوب. تو بیا امروز به این نفس کشتگی بشینم که از این نفس کشتگی در قوری نوان شیشم دیگه ما دیگه میگم خوب بود دیگه شکر الحمدلله امروز مرد که نفس خدا کشته ما دیگه میگوشتکاس هم تو سونش سایل داره این کلش ما دیگه میخورم بیز که نفس خدا کشته دیگه بیچاره کدام قاشق برنج بخوره یا نخوره که همین سعی کنم کاسین صاحب برزد حالا میگوش صاحب شروع کرد که حال لقمه میگیره صاحب یک وقت صاحب از خط استوا تیر کردن قوری ده ما برش گفتم که جناب عالی جناب گفتم مفتم اگر نفس کشتنی قسم باشه سر از سبا من هم تارک دنیا نفس من کشتم خلاص وقتی در نیم ساعت حداقل تو فکر نگیری دیگه غوری ما هم شیشتیم مفتم بسل کردن اومدیم حداقل اگه عقد به من نمیدونم عدالت خو میکردی حق من رو به خودم تو خز حق ما هم خوردی منو در بدر کردی تو تاریک دنیای نفس کشتگی پس برادر عزیز میگه جانان مینه نشته سوداگری ده یوپ بله خرج سوینه از این خاطر کسایی که ادعا میکنن که ما ترک نفس کردیم و ترک دنیا کردیم بفرمایین سعی کنین و کسایی که میگن ما تارک دنیا هستیم لوکسترین موتر از او هست و کسی که میگه من نفس ما کشتیم کلانترین شکم خود اینجا میمونه انت کشیش بفرمایین سعی کنین اگه ترک دنیا کردی بودم تو 30 واره باشی لاغر یک چیز نخوری باید بلرزی چرا والا مثلا نان نخوریم اما 3 خوری پلاو میخوری باز ترک نفس کردی 60 ساله هستی وقت شاگردکت ازدواج کردی دروغ میگه نگو که ترک دنیا کردیم و نگو که من نفس ما شکستانیم از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شاگردای مکتب و نبوت یا سبحان الله والله اگر امروز کسی صبح تا به شام 24 ساعت زحمت بکشی اگر بگرد خاک پای صحابه برسیم موضوع